بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان گرامی، ساعت 23 و با چند خبر همراه شما هستیم. دیدبان حقوق پناهندگان گفت تصاویر بازداشت زنان افغان در پاکستان تکان دهنده است. دیدبان حقوق پناهندگان نسبت به رفتار دولت پاکستان با مهاجران افغان به ویژه زنان و کودکان به شدت واکنش نشان داده است. این نهاد حقوق بشری گفته تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از بازداشت زنان افغان از جمله گریه و التماس یک دختر خردسال که فریاد میزد مادرم را نبرید دردناک و برخلاف اصول انسانی و حقوق بین الملل است. دیدبان از دولت پاکستان خواسته به حقوق پناهجویان احترام بگذارد و با خانواده‌های افغان برخورد محترمانه داشته باشد. این نهاد هشدار داده که اخراج اجباری زنان تهدیدی علیه جان و کرامت آنهاست و روند اسکان مجددشان در کشورهای سوم را نیز مختل کرده است. دیدبان همچنین از سازمان ملل، کشورهای غربی و نهادهای مهاجرت بین المللی خواسته فوراً برای جلوگیری از فاجعه انسانی در پاکستان اقدام کنند. طبق گزارش‌ها بیش از 300,000 افغان در سال جاری از پاکستان اخراج شده‌اند و روند بازداشت‌ها پس از توقف تمدید ویزا شدت یافته است. پیام صریح رئیس جمهور کشور: آماده سفر به افغانستان هستم. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشور، در نخستین موضع‌گیری‌های دیپلماتیک خود افغانستان را در صدر اولویت‌های سیاست خارجی اعلام کرده و گفته که برای گشودن صفحه نو در روابط دو کشور آماده سفر به افغانستان هستم. او در نشستی با مسئولان وزارت خارجه ایران بر تقویت روابط با همسایگان تاکید کرده و این پیام را نیز به گونه‌ای روشن به کابل رسانده است. حساب رسمی سفارت ایران در کابل نیز این سخنان را بازتاب داده است. هرچند هنوز زمان مشخصی برای این سفر اعلام نشده، اما تحلیلگران باور دارند چنین اظهار نظری می‌تواند نشانه‌ای از احتمال گرمتر شدن روابط تهران کابل باشد، موضوعی که بر زندگی هزاران مهاجر افغان در ایران بی تأثیر نخواهد بود. افغانستان به سوی پرداخت‌های بدون پول نقد. طرح بانک مرکزی افغانستان برای تحول مالی. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که برنامه گسترده‌ای برای مکانیزه سازی نظام مالی کشور روی دست دارد. بر اساس این برنامه، پرداخت‌ها در سطوح مختلف به صورت الکترونیکی و غیر نقدی انجام خواهد شد. مسئولان این نهاد می‌گویند در حال طراحی و پیاده‌سازی سامانه پول دیجیتال و پرداخت‌های مدرن هستند که مردم بتوانند در معاملات روزمره نیز از پول نقد فاصله بگیرند. افغانستان بانک من حیث اداره مسئول به منظور تسهیل ساختن پرداخت‌ها، شفافیت و سلامت سکتور مالی همواره تلاش نموده تا سکتور بانکی و مؤسسات مالی غیر بانکی با تکنولوژی مدرن و پیشرفته مجهز و تجدید گردد. اینک جای افتخار است که در قسمت اجرات و دستاوردهای افغانستان بانک در خصوص مکانیزه شدن سکتور مؤسسات مالی غیر بانکی، پیشرفت‌ها در بخش دیجیتال ساختن و معلومات در رابطه با پرداخت‌های الکترونیکی را با شما شریک می‌سازم. باید گفت که سکتور مالی غیر بانکی شامل مؤسسات تامینات مالی خرد، شرکت‌های صرافی و خدمات پولی، مؤسسات پول الکترونیکی و مؤسسات تجاری می‌گردد. به خاطر کاهش سطح فقر و ایجاد شغل نیاز است تا تشبثات خرد حمایت گردد. به این منظور در افغانستان بانک در قسمت ایجاد و تنظیم مؤسسات تامینات مالی خرد طرزالعمل‌ها، دساتیر و راهنمودهای لازم را تدوین نموده و تا اکنون برای 7 مؤسسه تامینات مالی خرد جواز صادر شده است و اخیراً مطابق محصولات اسلامی فعالیت خودش را آغاز نمودند که طی 6 ماه گذشته جهت حمایت تشبثات خرد در راستای رشد اقتصادی بالغ به 1.6 میلیارد افغانی تامینات را برای دکانداران، دستفروشان، زارعین، دهاقین، شرکت‌های کوچک و سایر هموطنان اعطا نمودند. و از این طریق البته طی زمان بسیار محدود برای بیش از 25,000 از هموطنان ما در ولایت مختلف کشور به طور مستقیم شغل ایجاد گردیده است.
اگر این پروژه ها با موفقیت پیش بروند، می توانند زمینه اشتغال نو، شفافیت مالی و کاهش فساد را فراهم کنند و شاید در آینده‌ای نه چندان دور مهاجرین بازگشته نیز از این خدمات بهره مند شوند. برگشت به روال قبل، صدور برگه خروج و مراجعت فقط از طریق دفاتر کفالت. اداره مهاجرت خراسان رضوی اعلام کرده که از شنبه 4 مرداد 1404 تمام فرایند صدور برگه‌های خروج و مراجعت مهاجرین دوباره فقط از طریق دفاتر کفالت انجام می‌شود. اتباع باید شخصاً به دفاتر مراجعه کرده درخواست خود را ثبت کنند و پس از تشکیل پرونده موضوع به اداره مهاجرت استان ارسال می‌شود. بر اساس این اطلاعیه طرح موقتی صدور ویزا در مرز که قبلا به صورت محدود و شرایط خاص فعال شده بود دیگر معتبر نیست و کاملا لغو شده است. این تصمیم ممکن است برای مهاجرانی که قصد خروج موقت یا سفر به افغانستان دارند به معنای سخت‌تر شدن روند دریافت مجوز باشد. پوشیدن یونیفرم رسمی توسط فرمانده پلیس هرات الگویی برای دیگر نیروها. پاسوال حاجی یاسر، فرمانده پلیس شهر هرات، در پی اجرای دستور تازه وزارت کشور طالبان مبنی بر الزام به پوشیدن لباس رسمی توسط نیروهای امنیتی با یونیفرم رسمی در انظار عمومی ظاهر شد. او با این اقدام نمادین تلاش دارد نظم اداری و هماهنگی بیشتری را میان نیروهای پلیس برقرار کند و الگوی انضباط برای زیردستان خود باشد. مسئولان امنیتی هرات نیز اعلام کردند که از این پس تمام نیروهای پلیس موظفند با لباس رسمی در محل خدمت حضور یابند تا هم چهره‌ای منظم‌تر از دستگاه امنیتی به نمایش گذاشته شود و هم حس امنیت در سطح شهر افزایش یابد. هر اندازه قوای مسلح با یونیفرم ملبس شود، بدون یونیفرم جلوگیری شود، سربازها و افسرها خارج از قشرشان بیرون بروند و یا وظایف و عملیاتشان بدون یونیفرم انجام بدن، این در حقیقت یک تشویش، یک نگرانی را برای هموطنان و افراد جامعه خلق می‌کنند. هشدار جدی در استان فارس: خدمات به مهاجران دارای برگه باطله جرم است. مدیر کل امور اتباع استان فارس ایران هشدار داده که هر گونه ارائه خدمات به مهاجرانی که تنها برگه باطله سرشماری دارند ممنوع است و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. مجید احمدی گفته این افراد از نظر قانون غیر مجاز محسوب می‌شوند و اقامتشان نیز غیر قانونی است. وی همچنین تاکید کرده که هیچ نهادی چه در زمینه اسکان و چه در موضوعات اشتغال و تحصیل حق ارائه خدمات به این افراد را ندارد. این هشدار در حالی صادر شده که شمار زیادی از مهاجرین افغانستانی دارای چنین برگه‌هایی هستند و ممکن است با محدودیت‌های شدیدتری مواجه شوند. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.